از این موی سفیده و متنفذین کجاب هستم که شما اینجا تشریف آوردین. میبینین که اینجا مدت تقریبا 1 ماه شده که کوچیا طالبای مثل کوچی نوم کوچی نما برادر اینجا آمدن. در وقتی که اونا در اینجا آمدن ما گزارشات در تمام ساحات در ولایت، در وزارت داخله، در هر جای دادیم که اینجا آمدن. در غیر از اون سالهای قبلم که مثلا مدت 5 سال یا 6 سال میشه که برادر اینجا میای سر مردم ظلم و ستم و این چیزا مونه، در حالی که از طریق ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب امیر کرزی یک فرمان یا مکتوبی که صادر شده که باید کوچیا دیگه در مناطق هزارجات نروه، اسکان داده شود برای ازی سر از اون کوچیا اینجا میاین به حساب طالب. اینمی یک ستم ملی بوده و هست. در حال حاضر که نیم سال جاری که من برای شما مصاحبه میکنم، تقریبا در روز دو روز قبل اینجا آمدن 35 دانه داکسن، 45 دانه موتورسیکل شب یک شنبه حمله کردن اینجا، مناطق در دادن، چور کردن، چپاول کردن، بعدن برگشتن. در بودن کوچی منطقه کجا و ناامنه، کسی در سر خانه خود. شما میبینیم که یک زن و اطفال اینجا حضور نداره. مکتبات تعطیله، یک مکتب در پایین تعطیله، مکتب لیسه میریزار تعطیل است که این مدت 1 ماه شده که مکتبات تعطیله. همه ساله اول بار که میشه 3 ماه اولادای ما محروم از مکتب. دیقانا زراعت خود نمیتونه، مردم در سر خانه خود ششته نمیتونه. ما از شما خواهش ما شما را امیر خوش آمدید میگم که در اینجا آمدین و از این مردم خبر گرفتین، ولی این صدای ما را برای جهانیان برسانید. یک مسئله خود شما میبینیم که یک قربان در گرفته بود در پایگاه امریکایی ها، تظاهرات صورت گرفت بر هر جای، بر هر دولت ولایت ها. حالا برین ببینین اونجا قرآن ها رو در داده، مدرسه رو در داده، منبر در داده، مسجد در داده. مشاهده کنین این رو در گوش جهانیان برسن. خواهش ما است که به زودترین وقت باید این کوچی های طالبای کوچی نما را از اینجا دور کنه که مردم راحت زندگانی کنه در سر خانه خود، در سر زمین خود، در سر کشت خود. حضور کوچی های نمی همین تپه های ساکلجه چیزی که میبینین همین تپه ها هستن. یعنی نمیم روز به حضور در سر خود اردوی ملی که نفرهای پیادهش در طرف کو بالا شد، یعنی نمیم روز فیر صورت گرفته. میتونیم که شما برین از قماندان اردوی ملی سوال کنین که این گپ راست یا تو. این منطقه به نام منطقه دان گندو شوی که همینجا که کوچی ها آمدن تمام خانه های ما را آتش دادن. ما احساسی درد چی نکردیم. اما یک مدرسه را قرآن ببین شما که قرآن نه در فقه جعفری نه در فقه حنفی، در هیچ فقه جایز نیست که قرآن آتش بزنه. اینا آمدن به مقدسات ما آتش دادن، به منبر و تکایای ما آتش دادن، به قرآن که کتاب الهی و کتاب آسمانی و کتاب همه مسلمان های جهان هستند. این تنها از شیعان نیستند، از عزاداره ها نیستند، از برادران محترم تصنع ما، تشیع ما، مسلمان های جهان کتاب آسمانی هستند. اینا آمدن به حرمتی کردن، آتش دادن. بالاتر از اینکه خانه های ما را هم از حالا اینا میاین به نام
به نام کوچی و اینان آتش میزنه. ما چیزی که ما را احساسات ما را برانگیخته اینمی که به کتاب الهی به قرآن آتش دادن که این اصلا در فقه جعفری و حنفی این محکوم میکنه. بازم دولت از حکومت از دولت خواهان ازیم که این پیگیری کنه دیگه، شناسایی کنه. آیا کوچی است؟ آیا چوپان است؟ آیا القاعده است؟ قرآن الهی یه هم از شیعه است، هم از اهل برادرای تصنعی است. یک کتاب کتاب مسلمان است، کتاب الهی است. این تنها از شیعه ها نیست، از هزاره ها نیست. مدرسه این دیگه و زیاد قرآنی که اینجا این دو تکر شما میگردید نه؟ زیر از آوار شما که میبینید که به هزارها جلد قرآن چیز شده. این قرآن الهی و زیر از آوار خیلی زیاد ساخته قرآنای ساخته است. این مسجد است، هم تکایا است هم مسجد. تا اون قسمت ها رو تکایا بوده، این قسمت هم مسجد است که همیشه مردم عبادت میکردن. بعد از نماز شام صبح و مثلا دیگر مردم نماز جماعت اینجا میخوندن. و این قرآن هم که در داده، نه اینکه مثلا یک امریکایی در پاپ چیز یک قرآن در میته جهان پایکوبی میکنه که قرآن پاپ در داد. آیا بینگر که صدها جلد قرآن در اینجا مسجد در داده میشه، یک نفر نمیگه که چرا کوچی ها در داد، چرا کمک کننده کوچی ها چرا این کار کردن؟ که مثلا از حامل این کارا آقای خود کرزی است. باعث بدبختی مردم خود آقای کرزی است، تقویت کننده کوچی آقای کرزی است. چرا نیم کوچی در پارلمان است، از اونجا تقویت میشه و اکمالات پولی میشه، اکمالات مهمات میشه، نظامی میشه، خانه های مردم در میته و خانه مرد در داد صحیح است. اما این قرآن شریف از کلیگ مسلمان است. خود میبینید در پیش روی خود که قرآن شریف در داده. ما از این دولت چیزی به خاطر که خودش دستش به خون از این ملت آغشته است، از این چیزی ما خواسته نمیتونم. خود از این خیانتکار است در نظر ما. از آقای کرزی که رئیس جمهور ماست و یه سوال داریم که این کوچیا از شرق تا غرب که میاین در مناطق دهنشین غریب مظلوم دهقانکار، اینها با یه تجهیزات نظامی با تمامی تا دندان غرق از سلاح مسلح میان، اینها نمیتوانند که ایره واقف نیه. ایره خب حتما اینا میدونن که از شرق تا غرب میان، در تمام جای ولسوالی است، ولایت است، والی خبر نداره، ولسوال خبر نداره که تا در این منطقه خاص ما به اینمیست که دولت جلوگیری میتونه، باید ایره جلوگیری کنه و این مردم از این علاقت زدگی و از این قرآن سوختن و از این خانه در دادن